قطع کنم بزرگوار. به مناسبت روز ولنتاین از طرف یه خانم مهربون به اسم زهرا، مزاحم تلفنی نیست؟ عشق مهربونم، خواستم وسط همه مشغله ها لبخند روی لبت بیارم و بگم قشنگی زندگی من. خیلی خیلی دوست دارم و امیدوارم همیشه کنار هم دیگه بیشترین لذت‌های زندگی رو ببریم. این پیغام از طرف این خانم مهربون بود که تقدیم شد. خوبی سرت با همه در افتادم، تقصیر چشماته، این که اینجوری تو مشتم دنیا رو دارم، تأثیر چشماته، تأثیر چشمات دلبری میکنه چشم و تزادم، اصلا نیست یکی مثل یه طور عجیبی دلشوره دارم، بگیدم چیه هست. خواهش میکنم، امیدوارم که یه مقدار از این بحث کاری یه نمه بعضی موقع بیایم بیرون و حواسمون به زندگی عاشقانه خودمون باشه که بتونیم یه لحظه هایی تو زندگیامون بتونیم لبخند روی لبامون داشته باشیم و لذت ببریم از زندگیمون. قربون شما. یه زحمت بکشید چه گروه مجموعه‌تون رو برام پیامک بکنید. بله. شما رو داشته باشم و معرفی کنم. خیلی قشنگ بود. خیلی. حتما.